سلام بچه ها، علیرضا جوادزاده هستم و خوش اومدید به یه ویدیو بررسی دیگه توتیای شما با یوکا پروت. خب بدون معطلی بریم سراغ بررسی ها و اینکه بهتون بگم که میخوام خیلی زیاد دیگه بررسی بذارم چون خیلی ویدیو فرستادین. یه مدت سردرگم بودم، میخواستم کلا منتفی کنم اینو، گفتم شاید نرسم، اما خب گفتم لازم نیستش که خیلی یه جورایی همه رو بخوام جا بدم توی یه ویدیو یا ویدیو رو طولانی کنم. زیاد میسازم چون واقعا خسته کننده است، یعنی آماده کردنشون، دانلود کردنشون، گذاشتنشون تو فولدرهای مختلف و این کارا یکم فرصتمو میگرفت. فرصت نداشتم، اما یه جای خالی در هفته باز کردم که یه روز در هفته مثلا بشینم 4-5 تا ویدیو درست کنم برای بررسیاتون و برسونم به روز کنم دیگه این موضوع رو. خب بریم سراغ ویدیو اول. خب ویدیو اول راجع به این راهب آبیه که اینو واسه من فرستادن و نوشتن که یه راهب سنش 7 ماه هستش و از 25 روزگی دست من بوده. مادرش سبز و پدرش آبی رنگ بوده. دو مشکل اساسی دارم با این توتی. اول اینکه نوکش کج هست و سمت چپ توتی تقریبا نوکش خورده شده. دومین مورد خیلی ریز جثه است و وقتی کنار یه توتی همسنش قرار میدی انگار بچهش هست و خیلی بد غذاست و غذای خاصی فقط میخوره که شامل جوانه گندم و ذرت و اندکی سیب است. تخم مرغ و هویج اصلا نمیخوره. حدود 2 ماه است که توی پریزی گیر کرده و پرهای جدید از غلاف باز نمیشن یا نصف باز میشن. خب بریم ویدیوشون هم ببینیم همزمان. خب تو که میگن منقارش کجه، بله تو لک هست. خب ببینید این منقار کجیش اول توضیح بدم. احتمال زیاد کج بودن منقارش از زمانی که سرلاکی بوده شکل گرفته. دلیلش هم درست سرلاک ندادن، یعنی مثلا میان از بغل منقار رو کج میکنن و سرلاک میدن و همیشه گفتم آقا این مسیر سرلاک اینه، اینور. خب حالا فرق نمیکنه شما از این ور سرنگو وارد کنید به منقار یا از این ور. خب بعضیا میان میگن اینجوری وارد کنید که خیالتون راحت باشه. آقا این وره، شما میتونی از بالا اینجوری وارد کنی، از بغل یا از دو طرف. خب یعنی گهگداری از این ور، گهگداری از این ور. اگه همش از یه ور وارد کنی کم کم منقار پرنده شکلش عوض میشه و خب این اتفاق میفته. میتونه هم که مادرزادی باشه. خب این چیز خاصی نیست، توی روند زندگی پرنده اشکالی پیش نمیاره. اما یه ویدیو دیگه هم فرستادن. خب ببینید پرنده‌تون توی پرریزی که هست، اوکی، منقارش هم نشون میده که توی پرریزی، چون بچه‌ها مولتینگ فقط شامل پر نمیشه، منقار توتی هم پوست پوست میشه، منقار جدید رشد میکنه، همینطوری قدیمی میریزه اون پوسته رویش و خب این قشنگ توی این ویدیو مشهوده. اما موردی که هستش میگین گیر کرده توی این دوران. ببینید اول از همه این که از شرایط تغذیه باید پروتئین بالا، کلسیم بالا و ویتامین دی بالا و مینرال بالا استفاده کنید توی دوران. اما اینکه 2 ماه توی پرهیزی بمونه خب زیاده برای توتی راهبی، همون کواکر، چون اینا هولوش 1 ماه 1 ماه و نیم بیشتر تو پرهیزی ماکسیمم نمیمونن. مهمترین چیزی که میتونم بهش اشاره کنم برای اینکه توی پرهیزی مونده اینه که تایم خوابیدنش تنظیم نیست، یعنی تایم شب و روزش تنظیم نیست. یعنی چجوریه؟ به نظر من خیلی شبا بیداره، یا میتونه خیلی کوتاه باشه شباش یا خیلی طولانی باشه. وقتی که این اتفاق میفته توی فصل گیر میکنن یا هی وارد پرهیزی میشن، باز مثلا پرهیزیشون که تموم میشه دوباره ساعت خوابشون تغییر میکنه، هی ساعت خوابی رو تغییر میدید. شما یه شب، 2 شب، 3 شب، یه هفته شبا بیدار میمونید، چراغ روشن، پرنده بیدار میمونه و خب سیکل روزانه پرنده تغییر میکنه. این میشه که توی پرهیزی گیر میکنه. خب اینو بس شرایط خوابش رو درست کنید اوکی میشه. قبلا ویدیو در موردش ساختم، توی کانال ببینید حتما. در مورد بد غذاییش هم که بهم گفتین، خب کواکر پریمیوم بگیرید خیالتون راحته، بعد یه مدتی اصلاح تغذیه انجام میشه اتوماتیک بار و خب اون موضوع بد غذاییش اوکی میشه. و اینکه شما خودتون پرندهتون رو بار میارید. پرنده وقتی که غذایی که براش میذارید رو تمام نکرده، مخصوصا اگر مخلوط دان هست یا پلت داره یا هر چیزی، اگر اونا رو تموم نکرده دوباره هی شارژ نکنید. نگران گشنگی کشیدن نباشین برای پرندهاتون، اینکه 2 ساعت 3 ساعت گشنگی بکشن هیچ اتفاقی واسهشون نمیفته و اصلا اکثرا چیندونشون پره و شما فکر میکنید که اینا گشنگی میکشن، اصلا چیزی بدم گشنگی اونطوری نمیکشن. بعد پرندهتون بالاشو میبینید یکم کبدش هم چربه، یه سری استرس لاین داره، این لکای تیره رو میبینید که اینا خب میتونه نشون دهنده بیماری‌های کبدی باشه. خب شرایط نگهداری قفستون اینا خب
خب چون خیلی کوتاه ویدیو فرستادی در مورد این، شرایطش خوبه، بد نیست، آبخوری ردیف مشکلی نداره، فقط این دوتا. ببینید الان مشکل این چوب نشیمنتون هست، یا بگم این چوب نشیمن. چرا؟ چون پرنده وقتی که میشینه روش فضله میکنه. ببینید فضله ها رو اینجا قشنگ دیده میشه اگر تصویر نزدیکتری داشته باشیم از این موضوع. بله ببینید قشنگ فضله ها معلومه. فقط کافیه که این چوب نشیمن یکم ببرید جلوتر که به قول معروف فضله های پرنده روی نریزه. خب این خیلی بده. پرنده ها میان منقارشون رو روی این قسمت میکشن و عادتشونه و خب این باعث میشه که با فضلهشون در ارتباط باشن. پلاستیکی هم که این سفره بار مصرف گذاشتید نذارید بچه‌ها. گاهن پیش اومده که پرنده میره زیرش گیر میکنه یا مثلا اتفاق خطرناکی میفته. تا حالا اتفاق خیلی خطرناکی نیفتاد ولی خب من دیدم که پرنده گیر کرده بعد رفتن مثلا درستش کردن. اتفاق مثلا پرنده تلف بشه نیفتاد، اما خب نذارید دیگه، چه کاریه. کاغذ سفید بذارید. خب بریم سراغ ویدیوی دوم. خب ببینید تو نگاه اول شاید الان خیلی‌ها بگن چه قفسیه، واقعا هم چه قفسیه، درسته، ولی اینا مشکلی واسه پرنده نیست. نمیگم تاییدش نمیکنم، اما قطعا اگر قفس پرنده تو مرتب باشه، خوشگل باشه، خیلی مرتب تر باشه، هم مثل خوبی به شما میده هم به پرنده. اما پرنده الان تو این وضعیت راضیه. چرا میگم راضیه؟ چوب نشیمن مختلف داره، بالای قفس بازه، به نظر میاد پرنده عموما بازه و بیرون از قفسه، اینا اوکیه. حالا اینا نمیدونم، اینا اگر پوشاله اوکیه، مشکلی نداره، پرندهشون هم به ظاهر بالغه. بذاریم بقیه ویدیو رو ببینیم، اونقدر عجولانه تصمیم نگیریم. یه جفت ترسو ببینید معلومه که به پرنده هاشون میرسن. نگاه نکنید این قفسه کمی بافته شده بوده مثلا با سیم مفتول و اینا. در کل که نگاه میکنید کفی‌ها تمیزه، مرتب شده. اینجوری هم نیست بگم الان به خاطر ویدیو مرتب کرده، میتونست خیلی چیزای دیگر مرتب کنه. به نظافت پرنده میرسن، آب تمیز، شفافه، معلومه هر روز شاید روزی دوبار عوض میکنن. و کف دریا ببین داره میرسه به پرندش، تمام تلاش داره میکنه. و فقط کف دریا رو حتما ضد عفونی کنید، بذارین چند بار بجوشه، نمکش از بین بره، یا اینکه از یه جایی تهیه کنید مثل ما سایت خودمون yukaparud.ir که ما کف دریاها رو یا همین کاتل بونا رو ضد عفونی میکنیم و نمکش و تمام املاحی که اضافه شده به اون توی دریا، اون آلودگی ها رو از بین میبریم و بعد ارائه میدیم به شما. کسی راحت ندارم داخلش بشونم، سعی کنم نشون بدم. خیلی سرحال باحال. واقعا پرنده سرحالی دیده میشه، واقعا معلومه که پرنده داره لذت میبره. چی کار کنم، چی کار نکنم، چی اضافه کنم؟ ببین نظر منو میخوای، خب اینه که یه قفس بهتر تهیه کنی واسه شون و شرایط زندگیشون که هم بهبود ببخشی. ویدیوهای قبلی و بررسی‌ها رو ببین، متوجه میشی که منظور من چیه. ایرادی به کارت وارد نیست، یعنی ایراد اساسی وارد نیست، یکم نامرتبه، فقط همین. قطعا خودت هم بیشتر کیف میکنی اگر اینا مرتب تر بشن، اینا یه کمی تایدی تر باشه، مثلا قفس بزرگتر باشه، قطعا تو هم بیشتر حال میکنی. مورد دیگه ای من نمیبینم. قفست چیه با کفم که توری داره، اینجا توری نداره. اونو سعی میکنیم قفس خوبتر براشون بگیریم. سری باید خیلی سنگینه، حالا سراغشون مشخص، سراغ ریزی اوکی. خب عالیه، بریم ویدیوی بعدی. آها بچه ویدیو بعدی باحاله. سلام، من عروس نرم 7 ماهشه و ماده 9 ماه. ماده دم میده بالا ولی نر جفتگیری نمیکنه، دلیلش چیه؟ بریم ویدیوشون رو ببینیم. داره میگه بودو بیا بودو بیا.
ماده هم قشنگ دوم داده بالا، ولی انگار نر هیچ واکنشی نداره. خب ببین چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اول اصلا بگم که اینو بردارین دور و برشون، فقط باعث میشه که پرنده هات مشکل ریوی براشون پیش بیاد. بعد این چرا انقدر پایینه چوبای نشیمن؟ ببر بالاتر. حتی این آبخوری اینا رو همه رو حتی اگه میخوای از استفاده کنی فقط همون پایین باشه، ببر بالاتر همه چیزا. حالا چرا جفتگیری نمیکنه؟ چرا سمت ماده نمیره؟ ببینید یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه نر تحریک بشه برای جفتگیری لونه است. یعنی لونه داشته باشن بعد بره دنبال جفت بگرده. این پرنده الان اصلا هیچ حسی نداره نسبت به اون و از اونجایی که معلومه که کاملا دستیه و یه صاحب خیلی خوب داشته که باش دائما کار میکرده، الان میبینید داره صحبت میکنه، برای همین احتمالاً هیچ رقابتی به اون ماده نداره. اگه میخوای رقابت ایجاد کنی یه لونه بذار، شرایط محیطیشون یکم مهیا کن و بعد ببین جفتگیری میکنن یا نه، که قطعا انجام میدن و نگران موضوع نباش. ولی خیلی اوقات پرنده ها اگه شرایط مهیا نباشه، هورمونال نباشن، جفتگیری نمیکنن، یعنی جفتگیری از روی میل جنسی انجام نمیدن، مگر اینکه یه لونه‌ای باشه برن اونجا تحریک بشن برای تخم گذاری و بعد جفتگیری کنن. من لونه رو نمیبینم اینجا، شاید هم داشته باشه بالاتر باشه. نه دیگه قفس تموم شد دیگه. سلام، خسته نباشید. این توتی ما هستش، توتی گرینچی که قفسشه. این محل غذاشه. اینجا آب میخوره. بعضی موقع به آبش ویتامین اضافه میکنیم. هم کف دریاست. محل گذاشتن قفسش هم کنار بخاری هستش. چقدر شیرین زبونی، خوب صحبت میکنی. بذار تا آخر ببینیم. خیلی همه رو گاز میگیره همه رو. مشکلش میتونین چیه؟ اینا هم غذاشن، از اینا میدیم بهش. این غذاشه، از اینا. خب در مورد گاز گرفتنش رو غذا صحبت میکنم باید. اول بریم شرایط نگهداریت. ببین در کل شرایط نگهداریت خوبه، اما قفس روی زمینه، روی زمین نباید باشه و اینکه کنار بخاریه. بخاری کلا خشک میکنه فضای دور و برشو، رطوبت میاد پایین این قسمت. پس از کنار بخاری حتما پرنده رو جابجا کنید، نگران سرما خوردنش نباشید. و حتی هورمونال میکنه، اون گرمایی که هست هورمونالش میکنه و بعد گازتون میگیره. اما گاز گرفتنش دلیل دیگه هم داره که بهتون میگم. ببین در کل چیدمان قفست خوبه، بد نیست، اما خب میتونه بهتر باشه. اینا یه جوریه که فضلا باز میریزه، همینطور که میبینید فضلا میریزه روی چوب نشیمنه. این بچه‌ها من دیگه واقعا نمیدونم در مورد این، باید توی هر ویدیو یه مورد اینجوری ببینم. روزنامه نذارید زیر پرنده‌هاتون، حتی اگه دیدی خارجی‌ها میذارن اونا هم اشتباه میکنن. هر کسی که میذاره اشتباه میکنه. روزنامه مضره، ممکنه سرب داشته باشه، خوب نیست، باعث مسمومیت با فلزات میشه. دقیقاً با اگر که بیارن بیرون به جان که این کار رو هم میکنن. و مورد دیگه این که اون سنگی که اونجا گذاشتی، سنگی کلسیومه، از ایناست که گچه دیگه. نمیگم مضره ها، فایده ای هم نداره، گچه. بعد با چسب میچسبونن اینا رو با هم دیگه. اینی که گذاشتی معلومه که از این قالب معمولیایی که مثلا توی کارگاه زیرزمینی درست میکنن، از این استفاده نکنید بچه‌ها. از برنده معتبر استفاده کنید. توی وبسایت خودمون هستش، قیمتی هم نداره، خیالتون راحته. ببینید کف دریا رو حالا معلومه که قشنگ تراشید دورشو. کف دریا رو ضد عفونی کنید اگه از من نگرفتید. در کل این کارو انجام بدین. و اینجا چرا گاز میگیره تو تیت؟ بذارید ببینم توضیحاتتو بشنوم اول. از اینا میدیم بهش، این غذاشه، از اینا و از اینا رو به عنوان تشویقی بهش میدیم. نه غذا. ببین بچه‌ها، این خوراکی که من میبینم اصلا مناسب نیست و دلیل هورمونال شدن و گاز گرفتنش هم همین میتونه باشه. چون این خوراک بسیار بسیار چربیه، بسیار خوراک سنگینیه برای کانورها. تقریبا واسه همه توتیا سنگینه این خوراک و اصلا مناسب نیست. چرا مناسب نیست؟ باعث میشه که هورمونال بشن، کبدشون چرب بشه، شما رو گاز بگیرن. وقتی که هورمونال میشن قلدرتر میشن، خوب نیست توی اون دوران بمونن. کم کم رنگ پراشون عوض میشه و ممکن حتی به پرکنی بیفتن بعد از اینکه هورمونال شدن و نیازشون رفت نشد. و خب رنگ پرام به خاطر همون مشکلات کبدی عوض میشه. این که خرفست فکر میکنم اصلا هیچی در موردش صحبتی نداره. و این شاهدانه اینقدر
زیاد، حالا نمیدونم شاهدونه رو چطوری دارین میدین، اما خیلی سنگینه. ما خودمون تو خوراکای پریمیوم کانورا شاهدونه استفاده میکنیم، اما خیلی کم و دوزش خیلی مشخصه. سعی کنید خوراکای بالانس شده برای توتیاتون تهیه کنید. مطمئن باشید که صرفه اقتصادیش بیشتره نسبت به اینکه بخوای هر سه توتی تو بخوری. اصلا این رنگی‌ها رو نمیدونم چیه، نمیدونم جدیدن مد شده، نمیدونم برنجک چیه، ولی در کل نگهداریت خوبه، معلومه به پرندت میرسی و برات مهم بوده که قطعا واسه من ویدیو فرستادی. اما اونایی که گفتم رعایت کن، قطعا بهتر میشه. گاز گرفتنش هم طول روزت هم کم کن، یه کمی طول روزتو کم کن، یعنی مثلا احتمالاً تا 12 شب بیداره، اینو آروم آروم روزی نیم ساعت بیار عقب بکنش مثلا تا 9 شب. کم کم پرندت آرومتر میشه، هورمونال بودنش کمتر میشه و کمتر گازت میگیره. خب بریم سراغ آخرین ویدیو بیشتر گذاشته بودم برای این ویدیو اما خیلی طولانی میشه، تو ویدیو بعدی ادامه‌شو میریم. همین الان ضبطش میکنم، نگران نباشید، زود به زود دیگه ویدیوها رو میذارم. اگر هم میخوای ویدیو بررسی بفرستی، یعنی ویدیو بفرستی که من برات بررسی کنم، حتما به این آیدی که ادیتور جان میذاره اینجا ویدیو تو بفرست، کیفیتش خوب باشه، اینطوری بگیر، به صورت فایل هم بفرست. سلام آقای جوادزاده، این عروس رندی رو من الان 1 ماه که دارم تقریبا و خوبم دستی شده. کسی هم که ازش گرفتمش بهم گفت 3 ماهشه تقریبا، ولی خودم احساس میکنم بزرگتره. حالا اگه یه لطفی بکنین توضیح بدین ممنون میشم. خب اون کسی که بهت گفته 3 ماهشه درست گفته، تو همین سنا میخوره. و بذار ببینم ادامه ویدیو تو. جنسیتش ببین، سلام آقای جوادزاده. خب جنسیت این کاکاتیل به نظر من نره، سنش کمه که مشخص نشده، صورتش زردتر میشه. ممکن اشتباه کنم و کلا قطعی نمیتونم الان بگم توی این سنش، اما چیزی که دارم میبینم یه ذره داره زرد میشه و صورتش کم کم زرد میشه. احتمالا نره، شاید خیلیا بگن که به خاطر این حالتهای دمش که این راه رو داره ماده است، اما خب جوجا همشون همینطورین و بالغ که میشه نر باشن، این پرهای جدید که در بیاد این حالت از دست میدن. و اینجا هم یه ویدیو فرستادی که میاد روی دستت، خب معلومه داری کار میکنه و پرنده عالیه، فقط اینکه خیلی نپوشون اینجا رو، تاریکی زیاد هم پرنده رو هورمونال میکنه. درسته خیلی سنش کمه، اما بازم این اتفاق میفته. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم که لایک کنید که به من قوت قلب بدید و سابسکرایب کنید اگر اولین باره که با کانال من آشنا میشید. حال خودتون و پرنده‌تون خوب باشه. بدرود.